سلام بچه ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدیم به چنل خودتون بچه های خفن مفن چنل. توی این قسمت یه برنامه خفن و جالب داریم در مورد نوروز تاجیکستان و فارسی زبان ها. من ایرانی، گزارشگرها افغان و مردم تاجیک در مورد نوروز این سه کشور با هم دیگه صحبت کردن و اختلاط و اینا. منم ریاکشن رفتم و نظر خودمون در مورد این نوروز باستانی گفتم. همین دیگه بچه ها، برید و ببینید، مطمئنم که خوشتون میاد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره و لیتس گو. مبارک رمضان، سال نو. چه جایی هم اومده بچه ها، پشت سرشو ببینید. این کجای تاجیکستانه؟ یه جای معروف فکر کنم. حتما باشین. با آمدن همین سال جدید بیاین از دلهای ما کینه، حسد و غرور بیجار بله بیشک، شما همینطور. چه لباس خفنی داره، پاک، زیبا و منظم برای خود ما داشته باشیم. سلامای من همچنان پذیرا باشین عزیزان. پذیراییم. و همچنان امروز نه که بلکه امشب، چون شب است آمدیم و میخوایم که برای شما نشان بدیم که در تاجیکستان زیبا سال نو چگونه تجلیل میشه. همراه من یلدا جان است که یلدا جان، خوشگل خانم افغان آساسا. و بچه ها این نوروز تاجیکستان رو میگه و افغان، یعنی مردم مصاحبه میکنن تاجیکستان، افغانستان خودشون میگن نوروز افغانستان و من هم نوروز ایران رو بهتون میگم. امروز بازم امروز میگم امشب، البته امشب همه با هم با شما یک جا میبینیم که اوه چه لباسی داره یلدا خانم، چقدر آروم میاد، انگار روی استیج مدلینگ و فشنیونه. من سلام علیکم امروز دوستا کردم. خودت هم دیگه چه لباس خوشگلی. اسما جان، سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان خوب و آرزوی صحتمندی کلتان دارم. انشالله که لباس عافیت در تن داشته باشید. لباس عافیتشو ببین. ما در میدان استقلال در دوشنبه تا گفت لباس عافیت بر تن داشته باشیم، ببین با چه فخری نگاه کرد دور و برش و لباس خودشو نگاه کرد. هستیم. نوروز باستان، جشن جمشیدی و همچنان آیین دیرینی مردم فارسی زبان هر سه کشور بر همه ما و شما خجسته باد. خیلی ممنون. دوست، مهمان نواز، کشوری هست که در تجلیل مراسم خاص خیلی ماشاءالله ماهر است و بسیار شان و شوکت تجلیل میکنه و ما امروز هم به خاطر تجلیل از نوروز در پارک استقلال شنبه هستیم. شما همین برنامه زیبا را دیده باشید. بله، همچنان مردم از تاجیکستان خود طبعا هستن، از افغانستان و ایران همچنان اینجا هستن. حتی از کشورهای دیگه که مثلا محصلینی که از هندوستان یا از هر کشور دیگه، ترکیه یا کشورهای دیگه اینجا هستن یا خانوادهایی که زندگی میکنن اینجا آمدن. انشالله اگر موقعیت مساعد شد، اگر موقع مساعد شد، موقعیتش پیش آمد، میتونیم که همراهشان صحبت بکنیم و شما عزیزان همچنان بیننده باشین. بنابراین ما میریم میگردیم. شما ویوی از درخت هم گفتنم از سبزه سمنک که در پشت سر ما هست. چیه سبزه خیلی سمنک؟ مقبول سبزه سمنک آماده کردن. همون نمادشه دیگه. میگم همین برجه جور کردن و خیلی مقبول هم معلوم میشه. او این چمنی سبزه است، سبزه واقعیه، باورم نمیشه چقدر بزرگ. او به به، به به، چه مراسم بزرگی گرفتن واسه نوروز. سال طویله. سلام. واو چه لباس خوشگل و مقبولی. کبریا جان، کبریا، ماشاءالله ماشاءالله. نوروز آمدی بخیر. چه زیبا، چه لباسی، چه اندامی، چه خانمی. آفرین، خودش هم خیلی مقبول است. چی وقت آمده بودی؟ وقت را آمده بودی یا که ما واره نزدیک 2 ساعت شد آمدی؟ چطور بگذره برات؟ خوب؟ بهترین؟ بسیار بله. نوروز و مناسبت‌های خاص بسیار خوشایند است تجلیلش. برای دختر خانما و هم جوانایی که در کل خودت میبینن، اگر کدام دختنی داری، اگر نوروز تبریکی میتی بفرما. به به،
نوروز این سال نوروز به نظر من از دیگر سالها بهترین بود. خیلی جوره عبود کردم، خوشتر شده. اگه من اولین باره در نوروزی خیلی اشتراک میکنم. بهترین است. خوشت آمده. دقیقاً این سال امو کل مناسبت ها را ویژه تجلیل کردن. امی در طول سال هم امی چند مناسبت مشخص است که عید است، نوروز است، سالای میلادی هست یا هستند که یک چند مناسبت است و اونمو است که فکر اونا اصلا واسه ما مهم نیست. اونا واسه ما مهم نیست، فقط نوروز واسه ما مهمه. یعنی چی میگن کریسمس و فلان و اینا که واسه ما مهم نیست. واسه ما نوروز مهمه، یلدا مهمه. برابرشان. تشکر بسیار زیاد. خوش بگذره برات. لذت ببر. هزی شو زیبا. تشکر. آفرین. اوه چه جشنی بوده خدایی. لله نگاه کن چه جشنی بوده. بهترین فضا رو مهیا کردن و با رقص سنتی تاجیکستان. به به به. آفرین به شما تاجیکای عزیز. آفرین. بریم بعدی. سلامت باشید. برای شما مبارک باشد. چه زیبا. سلامت باشید. نام مقبولتان چی است؟ خودش هم مقبول است. مهرانه جان نامک تو مثل لباسای مقبولت اندام هیکل مقبول پامیری است. این لباس مربوط مردم پامیر است. بله. این تاقی میگن نه؟ تاقی است. بله تاقی پامیری است. آفرین خوب بلدی. خیلی مقبول است. بسیار مقبول. یگان لباس اگه ما بخوایم باز از کجا بگیریم؟ البته دمین درون شهر هم است. میتونید از پامیر حتما درخواست میکنه میبیارن. بشک. اینم یک لباس من خیلی دوست دارم امیر رقم لباس ها را و برای شما. خب این مدل لباس ها رو شما دوست داری، مقبول است، ولی به شما نمیاد خانوم. تو خیلی استخون ترکوندی. خب فکر نمی کنم این لباس به تو بیاد. همینجوری لباس های پوشیده واسه آدمایی که تو پلترن، مخصوصا خانومن، لباس هایی که پوشیده است بهتره. که مویکای تانه چوتی میکنن، بازینیگکایش همراهش بند میکنن، بیخی مقبول مال میشه. خیلی و مقبول. نوروز هم با این رقم لباس ها رنگ و رخ دیگه میگیره دیگه. دقیقاً همونطوره. بله. لباس تاجیکانه ملی یعنی نوروز با همین لباس ها حتما یک رنگ تازه میگیرد که در روز نوروز مردم تاجیکستان لباس های خیلی هم زیبا با بر میکنن که یک نشانه نوروزی است و مردم تاجیکستان از این خیلی لذت میبرن، خیلی خوشحال هستن. این چنین همچنان خودم شما رو خیلی مقبول میگن. اما تو که در افغانستان در عید و در نوروز دختر خانمایش لباس افغانی میپوشن، گند افغانی و آقایانش پیراهن تنبان میپوشن. اما تو در تاجیکستان هم دخترها این رقم لباسای محلی تاجیکی میپوشن. چکنای. ولی تو ایران خب بچه‌ها چون اقوام مختلف داره، خب تو ایران هم همینجوری هر قومی یه لباس مختلف به خودش، اصفهانی، یزدی، شیرازی، عرب، عجم، نمیدونم فلان، بلوچ، سیستانی، اینا همشون تو نوروز لباسای مختلف خودشون، لباسای مخصوص به خودشون و زنا و مردا میپوشن و میان بیرون. یعنی یه مدل لباس ندارن، هزار یه مدل لباس دارن که مطمئنا تاجیکستان هم همینجوریه. قوم‌های مختلف لباس‌های مختلف دارن. به تمام مردم سربلند تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان اینچنین افغانستان تبریک مبارکباد میگویم و در این روز خدا کنه در لبانتان همیشه شادی لبخند باشه. الهی آمین. الهی آمین. کل مردم آرام باشه به برکت این سال نو، بهار نو در تمام جهان صلح و آرامش برقرار باشه. اساسا تاجیکستان که همه طور امنیت آرامی خوب است، افغانستان همچنان. خوشحال شدم مهرانه جان. ایران هم همینطور. بهار مبارک. سلامت باشین. بله بهار مبارک. وقت خوش. سلامت. به به. سلام. خوب هستین؟ مرسی. اسم مقبولتان چیست؟ راهیلا جان. نوروز ایرانیه راهله. مبارک باشه. نوروز شما مبارک. آره ایرانیه. تشکر. ما شما همزبان هستیم و این مناسبت های مشترک ما. بله 100%. نوروز همه مبارک.
زنده باشین. من از طرف همگی استان تشکری میکنم. مرسی، ممنون. مرسی از مهمون نوازیتون. تشکر بسیار زیاد. بار اولتون است که در نوروز تاجیکستان هستید؟ بله. چطور بگذره؟ خوبه. خوب است؟ تجربه خوبی، آره. بسیار خوب. فقط به خاطر تجلیل از نوروز آمده بودید؟ بله. پس میرین بخیر. ما خب تو کشور خودمون مراسم نوروز رو داریم و به یه شکل دیگه جشن میگیریم. خواستیم ببینیم توی تاجیکستان چجوری جشن میگیرن. بسیار خوب. یکم اینا میشه خیلی از نوروز ایران هم حساب کنین؟ ببین خیلی چیزامون با هم مشترکه ولی خب یه سری تفاوتات داریم. مثلا ما دیروز ولی لهجه ها خیلی فرق میکنه. حالا ببین خب لهجه ایران رو ببین، فارسی ایرانی رو ببین، فارسی تاجیک افغانستان با هم دیگه فرق میکنه. متوجه میشیم چی میگیم با هم دیگه، ولی لهجه داریم دیگه، لهجه ها فرق میکنه با هم دیگه. حتی قشنگیش زیباییش به همینه دیگه، زیباییش همینه که همه فارسی داریم صحبت میکنیم و با گویش ها و لهجه های مختلف. سال نومون بود و یه ساعت مشخص جشن گرفتیم. شما اینو ندارین. شما روز اول فروردین رو جشن میگیریم فقط. ما چهارشنبه سوری داریم، آخرین چهارشنبه سال رو جشن میگیریم. شما این رسم رو ندارین. ما مثلا توی هفسینمون ماهی قرمز داریم. شما این پسری که پشت سرش وایستاده چرا اینجوری وایستاده؟ نگاه کن، اینو نگاه کن، تو دوربین وایستاده، نگاه کن تا این زله برمیگرده میخند و میره اونور. نگاه کن. چهارشنبه سوری داریم، آخرین چهارشنبه سال رو جشن میگیریم. شما این رسم رو ندارین. ما مثلا توی هفسینمون ماهی قرمز داریم. شما اینو ندارین. تفاوت خیلی اندک داریم ولی خب کلیات. بچه‌ها مگه تاجیکستان چهارشنبه سوری ندارن؟ یا لحظه سالتوی رو جشن نمیگیرن؟ نه روزشو، لحظهشو. بعد ماهی قرمز اینا نداریم؟ مگه میشه؟ نمیدونم. شبیه هم. شاید هم ندارن دیگه. شاید اون هر جایی نوروز یه جور جشن میگیرن. براتون خوش بگذره. براتون بازم تبریک. مرسی. نوروز شما خوب. تشکر. مرسی. ممنون. به به چه لباسای خدایی. صحبتایی داشتیم ولی خوشبختانه این بار در کنار ما یک دختر زیبای افغانستان هستن که از افغانستان هستن و میخوایم امرایشان صحبت بکنم. از دلم نامک چی است؟ سلام به شما، امیدوارم خوب و صحتمند باشین. اسمم بنفشه امیری است. برای تجلیل سال نو اومدیم. بنفشه جان امیری، بنفشه جان عزیز تنها آمدی یا نه خیر؟ ما این بار برای دوستایم آمدیم تا سال نو تجلیل کنیم. خب سال نوت مبارک باشه. انشالله که یک سال نو پر از خوبی، خوشی، سلامتی داشته باشی. هر چی میخوایی به برکت این سال نو امسال به مرزای دلت برسی. تشکر شما هم، به شما هم تبریک. امیدوارم همه مردم ما در فضای امن و آرامش زندگی کنند و همه چنان امیدوارم بار دیگه سال نو را در کشور خود تجلیل کنیم. بله انشالله که دعای همگی ما است که افغانستان پر از آرامش و صلح امنیت داشته باشیم و بار دیگه بتونیم که در جاده های پغمان و قرغه و کابل و بامیان و مزار همه جا چکر بزنیم. چکر بزنیم. سلامت باشی. از دل زیاد نمیگیرم، به چکرایت برس. خوش بگذره برات. تشکر. وقت شما گفتنی اگه داری تبریکی میتیخونیم یا فقط سال نو رو به همه دوستای عزیز تبریک میگم و امیدوارم خوب و خوش بگذرانین. الله امین. سلامت باشین. خداحافظ عزیزم. وقت خوش. آفرین. نوروز بچه ها تاجیکستان میگن نوروز، ما میگیم نوروز. به چه چمنی، چه سبزایی، این تا کجا رفته، خیلی خفنه. نوروزتون مبارک. وای چه توپولیه، چه گله خوب بشیدی. وقت نوروز آمدی؟ چه نازه. چی خوشت آمد امیجا؟ سبزه سمنه خوشت چه بامزه است. سیفسه مکتب میخوایی بخیر. الان شبی چی کاره میخوایی شبی؟ دختر میشود. نوروز با کل اینمی خورخوندهای دونمو هم صنفی های مکتب تبریکی بده. نوروزتان مبارک. نوروز مبارک. خجالت میکشه. بای بای کن دیگه. تشکر. آفرین چه عجب. آفرین. رحمت مونده چی بگه بهش؟
لایک داری به خدا. خفنه، عالیه. وقتتان نمیگیریم، شما تصاویر از جشن نوروز ببینید دیگه. ما هم از همین امرتان خداحافظی میکنیم و چند دقیقه دیگه ما هستیم. شنبه پایتختی تاجیکان، وقتی تاجیکان آید همه، رودکی با اودی اعجاز آفرین، دل نواز و دل رودکی تاجیکستان بوده دیگه. سرودی ما رسد بر آسمان، هم درود از آسمان آید همه. الان ای در جان. خدمت خانم خیرامان هستیم، یک شاعره خانم خیرامان که کتاب‌های زیادی راجع به گل و گلها نوشتن. من پیشتر هم در باره تمام موضوع ها می نوشتم لیکن در چه لهجه قشنگی دارم. اما این دفعه وقتی که در خواب من گلهای آفتابگردان آمدن در نزدم بودن و همان گلهای آفتابگردان در رو بروی من در مابین همون جای دانه های آفتابگردان آینه مانده بود. چه طبیعتی دارن. چی داری میگه؟ چشمال اشتر. ما هم به شطور میگیم اشتر. ما هم بچه ها دادن به شطور میگیم اشتر. جالب میدونی چی بچه؟ جالب اینه که اینا موسیقی های شعرهایی که مخصوص نوروز واسه نوروز درست کردن. خیلی خوشم میاد. چه بامزه پیرورده. چشمان اشتر آینه بندی. خانم خیرامان کتاب‌های زیادی نوشتن راجع به گلها و بهار و نوروزه. حالا میخوام بسته به فرصت راجع به یکی از کتاباشون که سیر کشور گلاباد هست توضیحی برامون بدن. خلق تاجیک همچون خلق تمدن آور استفاده گل ها را با تمام خلق های دیگر. خانم خیرامان چه پیرن قشنگی داره پارسا. همچون رستنی های آرایشی یاد داده است. از همین سبب هست که نام تمامی اکثریت گل ها به زبان های ازبکی، قرغیزی، قزاقی، به زبان ترکی، آذری و دیگر زبان های جهان گذاشته اند. و این چنین مردم تاجیک نام های زنان و دختران خود را بیشتر مربوط به گل ها میگذارند. این چنین نام های مردان هم هست. خوشگلی هم از خانم گل مراد، تاج گل، فیض گل، گل دسته، گل چهره و آنها. مقصد این از چی عبارت است؟ مقصد این از آن عبارت است که خلق تاجیک میخواهد با واسطه گذاشتن این نام ها همه را به گل پروری و زیبایی پرستی هدایت کنند. جالب. نوروز مبارک شود، شادون مبارک شود، نوروز مبارک شود، نوروز مبارک شود. انسان ها با امید من اینو میشناسم. زمین را پاک دارند، دل ها را عثمان نظیر با هم نویسنده تاجیکستان، با هم قرین باشند. اگر در دل کسی کدورت یک چیرکینی یک چینی باشد. بچه های تاجیکستان خب یه چیزی بگم که ما توی ایران مخصوصا زمان قدیم الان هم هست البته، خب تو نوروز که میشه میریم خونه هم دیگه. اصلا چه عشقی بود، خدا شاهد قدیم چه عشقی بود. میخوام تو تاجیکستان هم همینجوری هنوز، یعنی توی مثلا ایام نوروز میرن دید و بازدید میکنن و این اتفاقات میفته توی تاجیکستان هنوز. چون زمان ما خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بازی داشتیم، کشتی داشتیم، کبدی داشتیم فلان، اینا همه تو نوروز بود. عشق میکردیم خدا شاهده. این روزی شریف در روز عید نوروز باید
بر هم بدهند. نسیمی بادی نوروزی از این با در مدد خواهی چراغی دل برافروزی از این با در مدد خواهی. فارسی دریه دیگه بچه‌ها، فارسی تاجیکستان هم دریه دیگه فکر کنم، مگه نه؟ اصل فارسی همینه ها، یعنی اون فارسی که ما داریم صحبت میکنیم اصل فارسی اون فارسی اصیلی که قدیما صحبت میکردن، مثلا سعدی و حافظ و رودکی اینا صحبت میکردن، فارسی دریه. چراغی دل برافروزی. تاجیک‌ها در برابر اینکه سفرهشون 7 سین دارد، همچنین 7 شین هم هست. 7 شین یعنی 7 چیزی که با حرف شین شروع میشه و برای آماده و آراسته کردن سفرهشون از چند روز قبل آمادگی میبینن تا اینکه سفره یکی از دیگری قشنگتر و زیباتر باشه. رنگ و رنگ مردم سفره‌های نوروزیشان را با 7 سین می آرایند. نوروز و آمدن بهار و تراوت دوباره طبیعت مورد توجه همه شاعرای فارسی زبان بوده و خود به نوعی به وصف نوروز و جلوه های زیبای طبیعت پرداختند. چه لباسای خوشگلی. نوروز تاریخی دور و دراز هم دارد. اگر به صحیفه های تاریخ بنگریم، تاریخ نگاران، دانندگان تاریخ، شاعران، نویسندگان از آن جمله فردوسی بزرگ، خیام و در مسیر تاریخ چندین هزار ساله ما میگویند که این جشن در عهد شاه پیشدادیان جمشید به وجود آمده است. تاریخ دولتداری جمشید به درازا میبرد، یعنی بیش از 3000 سال. در تاجیکستان ما وقتی که در عرفه جشن نوروز پرشما رو نگاه، افغانستان، ایران، تاجیکستان کنار هم، واقعا این سه تا کشور یکی هستند دیگه. همه عائله ها، خانواده ها کوشش میکنند که خانواده، عائله، خانه های آنها روفته و آبزده، تازه و زیبا باشد و به همین معنی یا اینکه به همین هدف آنها تمام جهاز خانه را از کورپه و بالش سر کرده به بیرون میبرارند تا که نور آفتاب روشنی به آنها برسد. میگویند کسانی که در نوروز خانه‌دار میشوند تمام عمرشان پربرکت میشود. او عروسی هم راست میگه زیاد بود. چه عروسی صاف و ساده ایه. برای ملت ایرانی، برای ملت تاجیک، برای ملت افغان و برای هر فارسی گوی و برای هر اون ملت های دیگری که جشن نوروز را از آن جمله ترک ها، قرقیز و قزاق و دیگرها، عرب ها قبول کردن، آن بود که این جشن را همچون جشن پاکی و همچون جشن به هم آورنده انسان ها، به هم نزدیک کننده انسان ها قبول کردن. آفرین. جان چه سفره، چه زیبا، چه خونه. چاکره بچه ها این قسمت هم همینجا به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از نوروز تاجیکستان. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا دیداری دیگر، بدرود.